هون قدريا راديو ريتزش موسكوا يدكن سلاف ودائما بخير بقى قداري نيجا راديو ريتزه انتكارن بين تورا انترنت بوي ناف ونشانه مالپرا ريتزه نقطه كوم ایرو شمیه هفته آداریه قدريا تنگو باسين گرینگ ين وفته بکن سروک مسعود بارزانی بونا 29 سالگرد راپرینا گلی کردستانی پیامک بلاف کرد. سروک بارزانی پیشمی 5 آذر 2020 بونا 29 سالگرد راپرینا گلی کردستانی پیروز با یک تجمع خواهی توییتر بلاف کرد و تعداد ویسیه بلند و پیروز به 29 سالگرد راپرینا گلی کردستانی. هر وقت سروک بارزانی پیام خداد بیجه پیام راپرینش با همو عالیه که زلاله گلی ما بندستی و سیستمی قبول ناکه. سروک حریم کردستان نیچران بارزانی پیشمی سروکین عالی و پارتین سیاسی ین حریم کردستانی را جوین برگه سروکت حریم کردستانی با مدبون نونر و سروکین پارتین سیاسی ین حریم کردستانی و شاندا دانستاندنکار یا کرد بو پیکانینا حکمت نویا عراقی بریوچو بجدار کمبون جد بیجن جوین دان نرخاندن سر رفش عراق پیکانینا حکمت و پنگاوین پیش روژین حریم کردستانی هات کردن سروکین پارتین سیاسی ین حریم کردستانی روز 24 سواد سروکتیا نیچران بارزانی کم ببونو بریارات بگرتن که دبشارا پیکانینا کابینت نویا عراقی دا پلوست که بش تف بکرن. آلین کردستانی ری بازاوی و مکانیزمای دیار کرنا برپشتیرن یا محمد توفیق علوی که به پیکانینا کابینت نو هاتو بو ارکتار کرن رد کربون و بجداری چوینن بو باوریدانا کابینت نو نببون. پیشتر پارتین سیاسی کردستان بیا کلوست گوتو پیش درباره پیکانینا حکمتا بی یا عراقی کردن و سروک بارزانی جی پیامه که پیروز بایل پارتین کرد کرد بو و که هلوسته که دیروکی بناف کرد بو. نویسکار و رفشنبیری کردیش با کوری کردستان فرات جواریش عالی وزارت رفشنبیری یا حکمت حریم کردستانی و هات خلات کردن مراسم سیشم الهولیری هات دارخستن و دید فرات جواری بودا 40 سالی خباتا یا نویسکاری وزارت رفشنبیری و حریم کردستانی و خلات پینوسا زیرین ورگرد فرات جواری سر خلات کردن خداگوت افگل که خوش کش بر خبات خوی بوزمان کردی جالی سازی که حکمت حریم کردستانی و هاتیه خلات کردن جواری پیشتر جالی اکادمیک شویدی و جبر کاری خواه ورگر پرتوکان هاتو بو خلات کرد. نویسکاری کرد فرات جواری حتی نا کارل سر 40 پرتوکان کریه که بیشوان پرتوکان وی بخواه نویساندنه و 20 پرتوک جیش زمانیندن ورگراندنه سر زمانی کردی. هجمارک پرتوکین وی بو زمانیندن هات ورگراندن. فرات جواری سال 1987 و اندامی پینا سویدیه و بیشتری گلانی کنگری پینا سویدی دا بک اندامی کمیتی و یا نویا کارگری هات بجارتن. هر افراد جواری دمزرناری کوارا کردی یا نودم یا کوارا که هنری بجایی و چندی بو. وید سال 1991 دال سوید کوارا نودم دمزراند که بو دم و 10 سالان بردوام بو سال 2001 پشتی وشانا 40 هجماران کاری وی کواری راوستیا. فرات جواری سال 1905 نیل گند بالفیسی سرب نوچه دیری که جای مازی پرزگه مردینش دایک بویه سال هفته این 3 سال بیستان دا تاوی مال بتخا نسبی نبجی بو و سال 8 دا کچبری سویده بو حتی ناجی لوی والاتی دشی. آژانس فرمی یا کمیته سوری سانارا گیاند پشتیگیریش که برفره یا ارتش سوری با سرباجار سرقیبه شکندواری با شورجلات ایدلیبی کمین چکدارین اپوزیسیونی جنوچه وکشان و هزن ارتش سوری در بازی نوباجیر بون. گور همان چفکانی ارتش سوری هر واسه بالافرین بی پیلوتی ترکیش سینوری پرزگه ایدلیبی خست نخاره که آلیکاریات چکدارین اپوزیسیونی دکرن. باجار سراقیب دوی مایدا چند جاران نابرا هزین حکمت سوری و هزین اپوزیسیونی دست بیه. هری داوی چکدارین اپوزیسیونی چارش بری ناب بشگریا بیجایی و ازمانی ارتش ترکی باجار سراقیبش کنترل ارتش سوری درخسته بو. گوری دقیقی وزارت بروانی ترکیه 220 لشکرین ارتش سوری هات نکشتن و نه تانک 2 اتوبوس و 2 اتومبیل لشکری جناب هات نبرن. تمندمی در روانگه سوری را گیاند که ارتش سوری چند پیگین ارتش ترکیه رجلات ایدلیبی بمباران کردن و تنجامی دا هجمار که لشکرین ترکیه هات نکشتن و بریندار کردن. الگوری زانیارین که روانگه سوری بلاف کردن ارتش سوری مشکان گیریشی پیگین ارتش ترکیه رجلات ایدلیبی کریه و
اپراسیونه که مزن گیاندن ارتش ترکیه هر بری سروجان وزارت بهروانی ترکیه را گیاند بکوان چرچوه اپراسیون مرتالا بهاری دا بلافرک ارتش سوریه جوری ال-35 خسته نخواره. نوند روسیه با شتیل سوری را گیاند. روسیه پلیسین سربازی خواه دوی را سراقی بالباشوری ایدلیبی بلاف کرنه. و نوند را گیاند جارمانج جوی پینگا و روسیه دابین کرنا آسایش ریا نافدولتی یا M4 و M5. برش ارتش سوری را گیاند بکوان باجار سراقیب یا استراتژیل در دور ایدلیب تمامی کنترل کریه. چند روشن بریدا هزین سوری و خالین چفدری ترکی سینوری پرسگاه ایدلیب روبروی هفدو ببون و بسده و به یکیجی هجمارو که سربازین ترکی هاتن کشتن. برپسی نوند الهواتنا روسیه یا سوریه کل بنگه سربازی یا هیمیمینیه الیک جوراولوف را گیاند. پشتی بریار سوریه جبو گرتن عزمان ایدلیبی و نوچه با کوری رجوای ویولاتی روسیه نکاره اولیا بلافرین ترکیه یعنی سوری گارانتی بکه. الیک جوراولوف دبیشه اکبت سوری بسده ما خرابیا رفش لشکری یا ایدلیبی و باربانج آرام کرن و آسایی کرن رفشه سینوری عزمانی یه پرزگه ایدلیبی اف بریار دایه. آژانس نوچین یا حکمت سوری ساناجی جفگانی که سربازی و گاستیه کشبر با بندبون ارتش عربی یا سوری برکن خواهین دستوری و نشتیمانی جبو پاراستنا سروریا دولتی و پاراستنا اولی و یکتی آخوی سرکاتیا گیشتی یا ارتش و هزین جگدار را گیاند که ازمانی نوچه با کوری رجوای سوری و بطایبتی جزمانی پارزگه ایدلیبی البر بالا فران دگره. گورستان ارتش سوری تکس کریه هر بالافرک سینوری عزمانی ایدلیبی درباز بکه افدی وک بالافرا دجمن سر دریل گل بکن و افدی بخن خاره. جبر رفش ایدلیبی که هزین حکمت سوری پشگریا روسیه و ایرانی یری شکل برفرب و کنترل و دست بکریه نابر انقره و مسکو دا ناکوکین تون درکتنه. بیشتر سال 2018 ترکیه و روسیه لسوچی سر رفش ایدلیبی گیشته بونه رکفتنه که لیبل نهاد نابروان دا ناکوکی درکته بو. مسکو پشگریا اپراسیون هزین رژیم اسد دجی کومین چکداری اپوزیسیونی پرزگه ایدلیبی و کنترل کنوی پرزگه دکلی انقره جوی هلوستی نرازیه. سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان بری چند روزا پیوندی تلفنی یا خواهو سروک روسیه ولادیمیر پوتین کرد و گوته بو ویش پوتین را گوتیه که ولات خارج شهر ترکیه دژی حکومت سوری دور بگره و پیشا هزین ترکیه نبه آستنگ. آلوزیت نابر ترکیه و روسیه دب تایبتی پشتی کروژا 28 سباتی 34 سربازین ترکیه ده یریشه که هزین حکومت سوری ایدلیبی هاتن کشتن زیده تر بو. سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان روزا پیشمیش بو گوتو بیشکنا رفشا ایدلیبی سردانا روسیه کرد اولگل سروک وی ولاتی ولادیمیر پوتین جویا روسیه و ترکیه الهف کرن کل پارزگه ایدلیبی یا سوری آگربست بی راگیاندن شوا پیشمی دمجمار دونزدان آگربست کتا واری جیبجی کرنه. سروک روسیه ولادیمیر پوتین و سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان پشتی جوینه که کنیزی 6 ساعتان بردوان کرد کنفرانسه که روزنامه‌نامه‌ای یا هفبش ساز کرد. ولادیمیر پوتین پیشی گوتار خو پیشکش کرد و گیاند که سر سالی و 15 یریش جالی گروپین چکدار ین ایدلیبی وال دژی هزین روسیه هاتن انجام دان. هر وا پوتین تکس کرد که افده شهر دژی گروپین تندراف ایدلیبی بردوان بکن و راگیاند جی دوی سرویری و یک پرچه آقا سوری به پاراستن. سرکومر ترکیه رجب طیب اردوغان جی پوتین و خواند با ترکیه و دربار جوین الموسکو جی گوت که وان همون مجارین که هفنیرین و ناکوکن گوتو بیش کرن و هیویا خوا درباری بو پیش دبرنا پیوندی نابر هر دو آلیاندا. اردوغان داویا گوتار خود آمجه اپراسیون ارتش سوری کرد هریما ایدلیبی و گوت که یریشین رژیمی آرامی تک دا و برپرسی سرکه و یکی رژیمه. اف قبول نکن 4 میلیون کسی کالوی نوچه دژین وقت تروریست بین علام کردن و بین بمباران کردن. پشتی گوتارین پوتین و اردوغان وزیرین درباری هر دو بالاتان رکفتن هر دو آلیان یا درباری پرزگه ایدلیبی دا خواندن. دوی پروتکل ده هر دو آلیان جی تکزیل سروری سرخابون یک گرتن و یک پرچه سوری کرده. هر دو آلیان تکزیل سر پراستنا سیویلان آلیکاریش بو وگراندن بو جی و وارین وان گیاندن آلیکاری مروی بو کچبران کرنه. هر واش گوره کفتن روسیه و ترکیه سران سری خطا نوچه کم کرنا آلوزیان ایدلیبی شوا دمجمار 0001 و آگربست هات را گیاندن و هموله و تفگرین سربازی هاتن سکناندن. با کور و باشور یا M4 کرای 6 کیلومتران کوریدور که اولایی ده به را گیاندن. هرگلین درباری بریوبرنا کوریدور اولایی 97 روزاندا جالی وزارت بهروانی ین روسیه و ترکیه و ده بین
دیار کرن. سروکی سوری دمال بجارتن انجمن گلیا سوری دست نشان دکه. سروکی سوری بشر رسد مرسی مجموع هفته ششا یا سال 2020 درخواست کته دا 13 نیسانی و کی روزال بجارتن اندامین انجمن گلیا سوری دست نشان کرد. انجمن گلیا سوری 205 کسان پیکته که 127 کس جوان تایبت کار کرد وجود کارانن. افبریار یا سروکی سوری دمکی دای که شهر ادلیب گندواری حلبی و هین دبرندن نابر ارتش سوری اپوزیسیون چکداردا بردوامه. سروکی سوری بشر رسد هبونا پرسا کورد الولات خوک خیال و درف بناف دکه و درباره یریشن ترکیه ادلیب داشت بیشه اوین دخینین تندل داشت ترکی دردخن بلا چکدارن جمعه بشینن و ام پهر شهر ترکیه بکن. بشر رسد هلپیوینه که گل کانال روسی 24 را گیاند. اوین که بیان نماین تندل داشت ترکیه دردخن حتی نا گلیک داشت ترکیه نتقاندن و ام تنی شهر ترکیه دکن. بشار سد وی اف پی وینی تا دبرسی و پرسا درباره کردان دال سوری که گلو توپلانک و هیا اون چه با کردان پیشکش بکن چه پیشکش ناکن گود. ام پی وندی دانال گل گروپین سیاسی کردان که نوچه با کوری سوریه. لیبلی کشه دور دایه بشکش گروپین کردان جیر دستلاد آمریکایی کار دکن. بگمان نه همو. اجبر که پرانی کردان جوان گروپ هزانه که پال پشتیل دولتی کنه. لیبلی وان گروپان دنگی وان نینه. اب کنترل نوچه دکن که اب گروپین بچوکن ولگل آمریکایی کار دکن. درباره پرسا کردش بشر اسد بیشه. درباره ویکی دکوژیرات بیشن دوزا کرد تشتکنینه بنابه دوزا کرد ادلیبه. سدم ویکیش زلاله. هنه کرد درجای مجوی سوری جیانه. اوین کل باکور نشتاجیبون سال در باز بویدا جبر زختین ترکیه هاتنه باکور و مشی میوانداری وان کنن سوریه. هر وا کرد ارمن و پیکاتاین یدن هاتنه سوریه. روی دمی تو کشه که وان نبو. بو نمونه تو کشه که سوری ارمنی نینه. همان دمی پیکاتاین فرارنگ جلوی ولاتی دشین ما کشه جوان نینه. باشه چه ما کشه ما گل کردانه به کشه برزگری کامل وان گروپان هیه که هیه ما در باز بویدا بیروکای جداخوازی دست بکرن و تایبتیجی سالین هشتین سال در باز بویدا. لیدم که ترکیه دست بکر پشتن و تروریست کرنا کردان ما پشتوانی وان کر و دجی دو زوان رانه وستیان. وزارت تندرستی را گیان که حتی نالولیری تک از ویروس کرونا نکتیه و تکس کرد که ویدیو درباره وی مجاری دا بلاو بونه ببینگین و جراستی دورن. وزارت تندرستی ریم کردستان دخینیک بلاف کرد. دخیانیا هاتیه بلاف کردن تیگوتن. لسر چند حساب میدیا جواکی ویدیوی که ببینگی بلاو بیه. کل گوری وی بجاری حولیری کسی که کتیه ویروس کرونا و ویدیوی دا نوی تیگوتن. وزارت تندرستی دوی دخینی دو تکس دکه. اول دریج بورا گیشتی اشکره دکن که ویدیو ببینگین و دورش راستی و ارچاو بیارک هبه اویده فرمی را بگینن. وزارت تندرستی ریم کردستانی را گیاند که کسی که دن بجاری سلیمانی نخاشی ویروس کرونا کتیه که شمان وی مالبت که 4 کس جه به ویروس کرونا کته بون او مالبتش ایرانی و گریا بون ریم کردستانی. وزیر تندرستی ریم کردستانی سامان بارزنجی دیار کرد که رفشا وان یا تندرستی نرماله دبن چفدیریا پیویست یا بجشکی دانه. حیانا 2484 کس ریم کردستانی جیر کارانتینی نه او 24 دمجمارین بریدا 84 کسین دنجی لیهاتنه زیده کردن. چینای هجمارا کسین کش بر نخاشی ویروس کرونا یا نو کووید 19 جانی خوش دست دانه گیشت 3000 کسان. لگور داخلی نویسکی کمیسیون تندرستی نتوایی یا چین الولاد 24 ساعت داوید و 40 کس بر نخاشی ویروس کرونا جانی خوش دست دانه او 219 کسین نو دا ویروس هات دیتن. هجمارا کسین که ویروس وان کتیه با 8207 کسان زیده بو. جوان رفش 6806 کسان گرانه. هجمارا کسین شک و گمان سر هنکا ویروس وان را کتیه 587 کسان. هجمارا کسین گود بن چفدیریا بشیشکی دانه بو 66432 کسان دا کد. کسین که ویروس وان دا دیتن پشترا باش بونه و بومال وان هاتنه شاندن گیشت 49856 کسان. ویروس کرونا نو جرا اول بازار اوخان یا ایالت خوبی لچین دا 12 کانون 2019 دا هاتو بوتو مار کرن دمه که کندا بازار و ولات اندن بلاو بو سروی ریخستن تندرستی یا جیانی رفشا متسیدار علام کرده بو.
گور آمارین فرمیه که حکومت ایرانی بلاف کردی حتی ای رو روزات کردستان 5 که از سدم ویروس کرونا کووید 12 جانی خوش دستانه و 5 پارازگین اورمی سنه کرمانشاه ایلام و لرستان 5 سکجب نخوشیا ویروس کووید 19 کتنه پارازگاه کرمانشاه یا رجلات کردستان حتی نا 12 کس نخوشیا ویروس کرونا کتن که دو کشوان جانی خوش دستانه پارازگاه سنایجی حتی نا 10 کس ویروس کرونا کتنه که 5 کس لام و 5 کس جنن لیبلی تو کسی جانی خوش دست ندایه پارازگاه اورمیجی حتی نا 2 کس نخوشیا ویروس کرونا کتنه و یک جوان جنه اوش باجاری اورمیه و کسی دنجیلش باجاری بکانیه و زلامکی 34 سالیه پارازگاه ایلامیجی حتی نا نکس ویروس کرونا کتنه پارازگاه لرستانی یا رجلات کردستانی جی 18 بیارین توشیبون ویروس کووید 19 هات نتو مارکرن که گوتنا سرو که زانینگه بجیشکی یا وی پارازگاه سه جوان نخوشان جانی خوش دستانه سر آستا ایران جیب گوتنا وزارت تندرستی ایرانی حتی نا ویروس کرونا جی 27 پارازگاه وی ولاتی هاتیه تو مارکرن که 5 پارازگاه رجلات کردستانی جی خواهد کرده وزارت تندرستی ایرانی سیشم سیاداری آماره که نو درباره هجمارا توش بویان و قربانین ویروس کووید 19 بلاف کر او را گیاند 77 کسان وی ولاتی بسدم و ویروسی جانی خوش دستانه جگری وزیر تندرستی ایرانی دیار کر حتی نا 2336 کس ایرانی ویروس کرونا کتنه که 11 کشوان نواروشه که دامرنه و وی یکی هجمارا قربانین گیشتی 77 کسان جگری وزیر تندرستی ایرانی دست نشان کرد رژه هر زیده یا توشبون ویروس کرونا هر سی پارازگاه گیلان قوم و تیرانی هاتیه تو مار کردن گوتنا ویرای در ایرانی جی جسپی که وی حتی نا 435 کس که ویروس کرونا کتبون پشتی ورگرتنا چار سرین تندرستی باش بونه بدف که دستگاه دادی ایرانی غلام حسینی اسماعیل را گیاند که جبر مترسیا بلاو بونا ویروس کرونا نو کووید 19 54,000 کسین گرتیگین وی ولاتی دا جبو مالین خواه هات نشاندن بدف که ارکدارازی سیشم سیادار تیرانی جوینه که روزنامانی دارا گیاند که مترسیا بلاو بونا ویروس کرونا وی ولاتی زده بویه اوی دیار کرد که ببریارا سرو که دستگاه دادی یا ایرانی بو پیشی گرتنا ویروس کرونا ملتا دمکی دانه 54,000 گرتیان هر مالی خواه نوالات اروپایی دا ایتالیا چفکانیا سرکی یا بلافبونا ویروس کرونا تی حسباندن ایتالیا هجمار قربانیان کرونا گیشت 348 کسان هجمار کسین کل المانیا کرونا ویروس کتنه گیشتی 349 کسان حتی نوت والات انجانی بیارین کرونا ویروس نو رودانه دنگ و باسینجیانی سرکوزیر یونان کریاکوس میچوتاکیس درباره رفشال سرسیزنور نوی ولاتی هجمار خواهی تایبت یا تویتری بانکل کوچبران کر او گود هول ندن باوی که نیاسایی بکوین یونانی هونی دی باش دا بین بگراندن اوی تویتا خدا تکزیل سر پاراستنا سینورین ولاتی خاکر و اشکرجی کر که حتی مگدن او تو سلیدان با کوچبر بونه قبول ناکن سرکوزیر یونانستان هرو اشکرجی کر او دیل گل سروکی کنسی یکتی اروپای چارلز میشیل بچن سر سینوریل گل ترکیه گور هات ازانید پزارم پنابرش سرسینور یونانستانی و بولگاریستانی بگر ریگریه یونانستانی بدگرن استنبولی آجو کاره که دیار کرد که ناو سی روزان 4,000 کس بگریان استنبولی پشتی که پنابر 3-4 روزان نابرا سینورین ترکیه و یونانستانی دا آسیمانه هیوین وان داوی بونه اوش برویه که خواستن بگرن استنبولی گوری آگاداریان پنابرک سوری سرسینوری ترکیه یونانستانی هاته کشتن تی گوتن گمان پلیس یونانستانی تی کرن که اف پنابر کشتنه پشتی کشتنا 34 سربازین ترکیه لیدلی دستلات ترکیه کارتا پنابرم کارانی و سینور بر اروپای واج پنابرن را وکر بدهان هزاران کوچبران نابر سینورین ترکیه یونانستان و بولگاریستان رینادن که در باز ببنول سرسینور جی تراژدین مروی چید بن وزیر نوخواهی ترکیه را گیاند روز سه‌شنبه زیادتر 300,000 کوچبر در بازی یونانستانی بون تهزانین تن 445 کوچبر گیشتن گراوین یونانستانی وزیر نوخواهی ترکیه سلیمان سویلو داخلی که داره گیاند کوچبرین کل ترکیه بون بروان کن بو در بازی نوخواه یونانستانی بون
وزیر نافخوی ترکیه دازانین دخواز کوچبران او که بخوابگین ولاتن اروپا او جیل همبری و دخواز کوچبران دی نابن آستنگ هات زانین برین بجایی تا کوچبرک جی ترکیه در بازی یونانستانی نبیه و هن کسین خواست نه در باز ببنجی جالی هیزی نولکاری یونانستانی و هات نه دست سر کرن دریای را پینجی بلمی خواستن در باز ببن تنیجی 12 بلم که 445 کوچبرتی دابون گیشتن گراوین یونانستانی هات زانین جی میدیا اروپا بسا هاتنا کوچبران و اگر کسین ویروس کرونا هگرته بند نوان کوچبران دا هبند دکن و تایبت که تو کنترل کرنا که تندرستی لوان نینه ترکی بسیدم که والاتین یکتی اروپا دمجارا بنابرن دا آلیکاریان وی نکرنه و پشتوانی ندانه سیاست وان یا سوری و آوا کردن نوچه آرام ریا کوچبران وکرن که بچن اروپایی روسیا رادگینه ترکیه هفت دزیداری 100,000 بنابرن که پرانیا وان نه سورین بشنه سرسینوری یونانستانی نوینده همان هنگیا لفکرنه سوری یا سربازرات بلگری یا روسیا را گیاند که ترکیه هفت ده 130,000 بنابرن که جنوینه و پرانیا وان نه سورین عراقی افغانی و افریقینه بری وان بده سرسینوری یونانستانی اف چند روزن پشتی بریارا ترکیه وکردان درین خواه بنابرن را بو چوین اروپای هزاران کوچبر و بنابر سینوری یونانستانی را مانع و یونانستان دری خوشوان را وناکه نوولات یکتی اروپای دمجارا کوچبران کرده به آژانس پاراستنا سینوری یکتی اروپای فرونتاخی دخوازا یونانی قبول کرد و هزه که 1500 کسی یا اولکاری دشینه سرسینوری لگل ترکیه ادامه که دکوب هزاران کوچبر سرسینوری نابر ترکیه و یونانی کم بونه و درفشه که خراب دادشین آژانس پاراستنا سینوری یکتی اروپای فرونتاخ سرمجارا چوین کوچبران ترکیه بو یونانی جوارشاوی پایتخت پولونیه جویاد جوینی تا بریار هداین که حزب و سرسینور و شاندن درباره بجاری داری وبری فرونتکسی فابریچیو لگری راکیاند که وان سربلس پیش دا چون بیارین سرسینور سرلیدان یونانی قبول کرنه و دخواست شوالات یکتی اروپای کرد که تندری 5 روزان دا نزدیک 1500 کس یا اولکاری و پرسنال 90 روزان داشت علاوه پیوست دابین بکن سرگوزیری نامسای سباستیان کورس سیشم سیاداری جوینه که روزنامه‌نی داره گیاند که ترکیه دخوازش بو ورگرتنا پرین مجرد کوچبران لنبری یکتی اروپای بکار بینه و نابه یکتی اروپای باری ترکیه لخواب که سباستیان کورس گفت که ترکیه بسوزن والا داده کوچبران و وان همیان دشینه سرسینوری یونانی ev koçperon vekçeke zaxtan bu ser yekti Avrupa'yı bkartinen. Kur serva ragion ku evtişta nahal sersinuri yekti Avrupa'yı gel Türkiye rudede azmuneke bu Avrupa ku ev dikare sinuri xa beparize ya na. تمندمی تو سرک وزیری نامسای آمدابون ولاتی خواب بو پشتوانی کرنا یونانی پاراستنا سینورین ویدا نشان دا. سرکی روسی ولادیمیر پوتین تفیوینه که تایبت لگل آژانس تاسیا روسی بسا رفش و ایدلیبی بروا شیانا هزار تیش ولاتی خواه کرد. پوتین دبیجه نیاتوان نینه تو کسی را شر بکن و دیار دکه که نها خودی ارتشه که گلک پیزن لی تدمه که هول نادن گل تو ولاتی که بکن ناف شر. ولادیمیر پوتین روا امرجه ویجی که روسیا گل که خودی ارتشه که پیزه همان دمی تو دمه که تو شیوه که جی رفش و حالا که دابی ناکه که تو ولاتک حزر و هبه شر دجی روسیه راگیده. درباره خرجین سربازی جی سرکی روسیه دبیجه نها دواری خرجین سربازی دا هفتیامین ولات ین جیانی پشت را هر یکش امریکا، چین، سعودی، فرانسا و حتی ژاپن جیتی و هفتن خرجین خواه کمتر بکن. پوتین درباره بودجه پنتاگونی تاجی گفت که سرکی امریکا دونالد ترامپ جویرا دیار کریه کنگره امریکا خرجش پنتاگونی را ترخان کریه که 738 میلیارد دلاره. بدارین هجا و بو وشانا دنگ و بس نرتیه که شهر 4% کردستانی کردن دیاسپورا و نوچین نتوی اجاره کردن دی سال سروی نابونیشانی امی راستی هفبین. آمده کارو رو برا دنگ و بس نویا رادیوریت زه بیلاس ترکیه حتانی وشانانو بمینود نو خیر و خشیه دا.